سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. من دانیال اینکی هستم. اومدم بازی 2024 رو بهتون معرفی کنم. اولین بازی GTA 6 هست که قراره سال 2024 کریسمس 2024 بیاد. سازندش گفته شاید چند سال طول بکشه، چون GTA V و همون GTA 5 رو درست کرده بود. گفته شاید طول بکشه این یکم من درست کنم، شاید 2 سال 3 سال طول بکشه، ولی بعضیا احتمال دادن که کریسمس 2024 حتما میاد. بازی دومم که فراست پانک توه، که شما به عنوان یک رهبر باید با شرایط آب و هوایی سخت و سرمایه قارچ زندگی کنید، مبارزه کنید با اون همین سرما و اینا. بعد از مردم اونجا محافظت کنید تو این بازی سومم بازی اساسین کرید ماینگ فکر کنم اسمش. حالا هرچی، تو این بازی اساسین کرید میراج شما به عنوان یک اساسین باستانی در سرزمین های شرقی قرن 19 فرا میگیرید. این بازی تونسته به جامعه گیمرها نگاهی تازه به دنیای اساسین ارائه بده. این هم از این 3 تا بازی که گفتم احتمال داره بیاد یا شاید هم الان اومده باشه. این بازی برای PC و PS4 PS5 و ایکس باکس سریس هستن. خب بچه لطفا حمایت کنید، لایک کنید، سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش هم بزنید که یوتیوب بهتون نوتیفیکشن میفرسته، همون ویدیو من براتون چیز چیزی حالا هرچی. خب تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.